الکی الان چند وقته که سرماخوردگی داره واقعا همه رو، اکثرا من میبینم این سرماخوردگی طولانی چقدر داره اذیت میکنه مخصوصا بچه ها رو. آلودگی هوا و این روزمرگی که اصلا و این حس تنهایی که هممون الان داریم تجربهش میکنیم خیلی عجیبه. برای گلدونا اگه حشره داره، جایی مطلبی خوندم که نوشته بود دارچین خیلی خوبه و باعث میشه که حشرات داخل گلدون از بین بره. سیرم همینطور، حالا من استفاده کردم ولی بازخوردش رو باید ببینم. هوای همدیگر رو داشته باشیم.